گندم جونم. بله. چه میکاپی دوست داری براتون انجام بدم؟ من بذار ناخون کارت بپرسم. مهسا جان. عشقم من مشتری دارم، خودت نظر میدی؟ خب بگو چون. به نظر من باید چشماتون چون افتاد از لیفت بشه بالا. خب گونه هاتونم باید به این صورت کشیده بشه. چتریاتون هم من باید چتریامو دست نزن. من رو چتریام خیلی عزیزم من فقط میخوام روی چشم و ابروهاتون کار کنم. اگه چتریاتون روشو بگیری که فایده ای نداره. مهسا عشقم من وسط کار مشتریم دیگه. من رو چتریام حساسم نمیخوام. خب باید حتما بالا بزنی دیگه. نه من نمیخوام. آخه اصلا مشخص نمیشه. آرایش شما میشه فقط یه روش. شما باید منو میکاپ کنی چتریامم پایین باشه. چقدر بحث میکنید؟ من وسط کار مشتریم، هی باید بیام